برادر شوهرم وقتی به رابطه من و دوست پسرم پی برد فکر کردم میره لو میده، اما اومد و خودش چند ماهی بود که شوهرم به مأموریت خارج از کشور اعزام شده بود. راستش تا وقتی هم بود رابطه بین من و فرباد چنگی به دل نمیزد. اما قسم میخورم هیچ وقت به فکر خیانت نبودم، تا اینکه یه روز سوار یه تاکسی اینترنتی شدم و چون ترافیک بود زمان زیادی طول کشید تا به خونم برسم. راننده جوان خوشتیپ و خیلی شیک و با ادبی بود. تو طول مسیر سر صحبت باز شد و در مورد مسائل مختلفی هم کلام شدیم. و آخر سر کار به درد و دل کشید و من هم گوشه‌ای از داستان زندگیم رو تعریف کردم و گفتم تنها هستم و شوهرم به مأموریت رفته. یکی دو روز گذشت تا دوباره به صورت اتفاقی باز هم کوروش رو دیدم. حالا که فکر میکنم شاید زیادم اتفاقی نبود. خلاصه اینکه رابطه بین من و کوروش یواش یواش شکل گرفت. البته تا قبل از اتفاقی که برام افتاد در حد دور زدن و کافه رفتن با هم دیگه بودیم. تا یه شب یه شام مفصل درست کردم و کوروش رو دعوت کردم به خونم. شام رو که خوردیم نشستیم جلوی تلویزیون که فیلم نگاه کنیم که صدای زنگ در بلند شد. منتظر کسی نبودم و همسایه‌ام خیلی با ما در ارتباط نبودن. از چشمی در نگاه کردم، برادر فرباد پشت در بود و از ظاهرش مشخص بود خیلی اوضاع عادی نیست. کوروش رو فرستادم تو اتاق و در رو باز کردم. محمود وارد شد و بی مقدمه یک کشیده خوابوند زیر گوش من. داد زد کجا قایمش کردی؟ دنیا رو سرم خراب شد. فقط یادمه به پای محمود افتاده بودم و میگفتم ببخش، غلط کردم، کاری باهاش نداشته باش. کوروش هم از اتاق خارج شد و خلاصه به بدبختی از خونه بیرون زد و من موندم و محمود. از ترس انقدر گریه کردم که چشمام نمیدید. 2 تا قرص خواب آور با هم خوردم و رفتم تو اتاق رو تختم خوابیدم. تمام وجودم پر از استرس و ترس بود. نمیدونستم میخواد چه اتفاقی بیفته. اگه محمود ماجرا رو برای فرباد تعریف کنه چی باید جواب بدم؟ با خودم کلنجار میرفتم که یهو احساس کردم یه نفر از پشت بغلم کرده. جوری که دست و پام رو تو بدنش قفل کرده. هرچی تلاش کردم که خودم رها کنم بیفایده بود. محمود با نقطه ضعفی که از من گرفته بود یه فکر شیطانی داشت و اون شب تا صبح چندین بار با من رابطه برقرار کرد. همراهان عزیز، چنانچه شما هم تمایل دارین تا تجربیات خودتون رو با دیگران به اشتراک بذارین، میتونین از طریق ایمیلی که در دیسکریپشن اومده با ما در تماس باشین.